درود خدمت همه هموطنان عزیزم. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. یک ارزی به اسم نات کوین این روزا همه جا اسمش شنیده میشه که حتی تو خیابون‌های شهرمون هم آگهی میزنن که نات کوین های شما رو خریداریم، چون که تبدیل به پول شده. عده‌ای تونستن با این نات کوین ها بالای 100 میلیون پول در بیارن و عده‌ای هم مثل ما 5 میلیون 6 میلیون از این جور پولای ریز در. اما یک سوالی ممکنه به ذهن شما پیش بیاد که آقا چرا مثلا اینا دارن پول مفت به ما میدن؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ اینا چرا باید پول مفت بدن؟ چرا مثلا چه کاریه؟ همون اولا که نات کوین اومده بود خیلی هم میگفتن خب اسمش روشه، نات کوین، ما رو ایسکا کردن. آقا همچین چیزی اصلا وجود نداره. قراره همه رو علاف کنن، قراره همه بیان بزنن روی این، بعدش معلوم بشه مثلا کلاهبرداری بود که همه جوین بشن به تلگرام و توییتر و یوتیوب و اینا، طرف پول بزنه به جیب. نه، لیست شد. و همستر هم اینجوریه. این سوال به ذهنت میاد که خب اوکی، آخه چرا باید پول مفت بدن؟ ولی جواب این سوال اینه دوست عزیز، شما در قسمتی از این ربات میبینید که قسمت 3 تا مثلا گزینه داره، میگه وارد کانالم شو، مثلا فلان قد بهت سکه بدم، یوتیوبمو ساب کن فلان قد بهت سکه بدم، وارد مثلا توییتر هم شو فلان قد بهت سکه بدم. پس چرا این اتفاق میفته؟ شما وقتی وارد یوتیوب همستر میشین میبینین که 14 میلیون و خورده ای سابسکرایب داره و ویدیوهاش از 1 میلیون بگیر تا 900,000 و 800,000 و اینا بازدید خورده. این الان یه پول خیلی گلنبه از یوتیوب در آورده. اگه نمیدونی بهتره بهت بگم که یوتیوب برای هر 1000 بازدید تو از $2 تا $8 درآمد میده به خاطر تبلیغاتی که اعمال میشه رو ویدیو. پس اینا یه پول خیلی گلنبه ای رو اصلا همینطوری جدا از یوتیوب در آوردن و یه مقدارش هم بذار بدن به من و شما، به چششون نمیاد. حالا بگذاریم از اینکه خود این ارز اگر لیست بشه، اگر خرید و فروش بشه، اینا میلیون دلاری پول میزنن به جیب. به همین سادگی. اما این ربات ها هم همشون قرار نیست به پول تبدیل بشن. اونایی که تیک دارن توسط تلگرام، خب احتمال اینکه پول بشن زیاده. یه دونه هم تپ سواب هست مثلا که حالا جدیدن اختلال داره، اونم به خاطر فیلتر شکناست. من چک کردم با بعضی از فیلتر شکن‌ها بالا نمیاد، حتی ممکنه شما رو از رده خارج کنه. یعنی ممکنه انقدر تغییر آی پی بدین از دست بدین اکانتتون، اون اکانتی که باهاش تپ سواب دارین استخراج میکنین دیگه نتونین استخراج کنین، دیگه نتونین به صفحه‌ای که استخراج میکنین وارد بشین. از اینا بگذریم. فضای همستر یکم پیچیده است، وقتی میاین یکم شلوغه. برای همین من میخوام در این ویدیو 0 تا 100 همستر رو بهتون توضیح بدم. پس همراه من باش در اینجا تا کامل بفهمی که باید چیکار کنی که پول زیاد بشه، چون تا آخر خرداد همستر احتمال داره لیست بشه و دیگه نمیتونی رایگان سکه استخراج کنی، درست مثل نات کوین که الان خیلی از دست دادن و حسرت میکشن، این رو هم ممکنه از دست بدیم. پس چیزی که از شما میخوام اینه که همراه من باشید تا 0 تا 100 این ربات رو بهتون توضیح بدم و استفاده بکنین. اما وارد ربات همستر میشیم که همینطور که میبینید تیک هم داره و پلی رو میزنیم که این وارد فضاش بشیم که من بهتون یه توضیحات ریزی رو بدم. خب همینطور که میبینید همین اول کار 8390 تا سکه به من داد. حالا جریانش رو میگم چجوریه. ما اینو اوکی میکنیم بره روی بقیه داراییامون. خب فضا خیلی ساده است. شما اولا یک صرافی انتخاب میکنید. همین اول کار من بهتون بگم که این بالا سمت راست که من مشخص میکنم، این بغل ویدیو رو میذارم مشخص میکنم. شما سعی کنین که صرافی که این تو قسمت ستینگز اومدیم یکی سلکت لنگویجه که اون به ما ربطی نداره، زبانش رو انتخاب میکنین. یکی هم چوز اکسچنج، چوز اکسچنج یا انتخاب صرافی. انتخاب صرافی میبینیم بایننس هست. بایننس ایران رو تحریم کرده. خب اگر ما روی یکی از این صرافی ها بذاریم و اون صرافی ایران رو تحریم کرده باشه، ممکنه خب وقتی که این لیست شد از شما بخواد که
سکه هاتون رو بفرستین به بایننس و یه سر مورددار میشه. واسه همین بینگ ایکس موردی با ایران نداره فعلا، میشه به راحتی داخلش ترید کرد، یعنی ایرانی‌ها میتونن به راحتی داخل بینگ ایکس ترید کنن. خب همین رو ما انتخاب کردیم و بینگ ایکس این بالاست که بهتره که روی اون باشه. همینطور که میبینید روی این همستره وقتی میزنیم سکه در میاد، همینطور انگشت میزنیم و سکه در میاد. ولی چرا 14 تا داره میره مال من؟ چون که از قسمت سمت راست یک گزینه هست، یه موشکی هست نوشته بوست. شما وقتی روی بوست میزنید میاین اینجا نگاه کنین که چند تا گزینه هست. یه گزینه هست به اسم فول انرژی. خب این فول انرژی چیه دقیقاً؟ فول انرژی وقتی شما دارین اینو میزنین، این پایین میبینین نوشته 7500 تا مخزن من جا داره که سکه پر شده و من میتونم روزانه با کلیک کردن دستم روی صفحه نمایش گوشیم اینا رو استخراج کنم. این 7500 تا وقتی تبدیل میشه به صفر، یعنی شما انقدر این کار رو انجام دادین، این تبدیل شده به صفر، میاین روی بوست و قسمت فول انرژی رو یه بار فشار میدین و گو رو میزنین. به صورت رایگان اون مخزن دوباره پر میشه، 7500 تا دوباره پر میشه. این از این. اما در قسمت بعدی پایینش مولتی تپ یا همون تعدادی که الان من زدم 14 تایی میره، شما این رو لولش رو میبریم بالا، بهش سکه میدیم 15 تایی بره، 16 تایی بره، 17 تایی بره، هر چقدر که کرمتون اجازه داد بهتون و سکه خرج کردین همون قدر هم وقتی دارین انگشت میزنین روی همستر اون تعداد از مخزنتون سکه خارج میشه. پایین اون هم یه دونه انرژی لیمیت هست که باز همون مقدار مخزن رو میبره بالا، هر بار 500 تا 500 تا زیاد میشه، هر بارم هزینه میره بالا. یعنی الان من 7500 تا جا دارم، برای اینکه بخوام این بشه 8000 تا باید 256000 تا از سکه هامو هزینه کنم تا این اتفاق بیفته که خب فعلا این کارو نمیکنم. این از این گزینه‌هایی که ما خوندیم. اما بالای دقیقاً عددی که شما استخراج کردین، من الان مثلا 10,971,729 تا استخراج کردم. بالاش 3 تا گزینه هست. یه علامت سکه مثبت 14 نوشته که همون تعداد لیمیت های منو نشون میده، تعداد مولتی تپ منو نشون میده که من هزینه کردم و 14 تا 14 تا میده. خب هر بار که شما تعداد سکه هاتون میره بالا، لول هاتون هم بیشتر میشه و خب الان اینجا برای من لول من رو تا 50 میلیون زده و وقتی که روی این قسمتی که داره پر میشه بزنید نشون میده بهتون که لول من روی مثلا لژندریه. پس وقتی میریم لول بعدی هم، لول های بعدی هم وجود دارن که بعدیش مستره، بعدیش نمیدونم گرند مستره و همینطور ادامه پیدا میکنه لورد و الی آخر که خیلی زیاده. برای رسیدن به اون ارزا هم یکم وقت زیادی میخواد. اما چجوری ما بتونیم این سکه ها رو و این تعداد از سکه ها رو در بیاریم؟ آیا فقط با کلیک کردن و انگشت کردن این یارو اینجوری مثلا ما میتونیم 10 میلیون تا سکه در بیاریم؟ 100 سال سیاه تو نمیتونی تا آخر خرداد اینجوری پول در بیاری. یه سری کارت ها هستن که به صورت روزانه باید پیدا کنی. 3 تا کارت هست. این کارت ها رو من در کانال تلگرام به صورت روزانه قرار میدم. پس کانال تلگرام من به آدرس گلدن هلپ رو داشته باش، وارد شو و اونجا جوین شو و منتظر باش که روزانه من اون کارت ها رو بذارم. تو اون 3 تا کارت رو که پیدا میکنی که الان اینجا توضیح میدم چجوری باید پیدا کنی، اون 3 تا کارت بهت 5 میلیون سکه میده. یعنی هر روز تو میدونی 5 میلیون سکه بدون هیچ زحمتی در بیاری. اما بیایم تو قسمت ماین که علامت یک چکش مانندی داره، شما واردش میشین. در اینجا میبینیم من 3 تا کارت امروز رو پیدا کردم و 5 میلیونم رو دریافت کردم. پایینش نوشته مارکت. شما در مارکت که میزنید روش یه سری چیزا میبینین، یه سری کارت ها میبینین که یه سری هاشون واسه من قفله، یه سری هاشون باز شده. وقتی اینا رو میزنیم این بالا سمت راست مثبت 15380 نوشته برای من. یعنی در هر ساعت این همه برای من استخراج میکنه. خب
فقط هم یک نکته خیلی مهم بهتون بگم، شما هر 3 ساعت یه بار باید وارد همستر بشین. اگه نشین دیگه خودکار برای شما استخراج نمیکنه، واردش میشین هر 3 ساعت یه بار و این به صورت خودکار برای شما سکه در میاره، استخراج میکنه. اما چیکار کنیم که این بالا سمت راست که مثلا برای من هر ساعت 15380 تا در میاره رو زیاد کنیم. حتی بعضیا رو من دیدم این رو رسوندن به 1 میلیون، یعنی هر ساعت 1 میلیون تا استخراج میکنه که کارشون خیلی خوبه. این پایین یه سری کارت ها هست، شما هر کدوم از اینا رو که هزینه میکنید مثلا میخرید، مثلا اینی که من نوشته تاپ 10 CMC، من مثلا اینو میخرم، ببینید الان اینجا نوشته 15380. وقتی میام این تاپ 10 CMC رو بخرم که 1100 تا از من در میاد، 80 تا قراره روی 15380 تا من اضافه کنه. ببینید من اینو میخرم، خب الان خرید، این تبدیل شد به 15470 تا، یعنی در ساعت 15470 تا سکه برای من استخراج میکنه. یعنی شما اینجا که پول در آوردیم بالا، مثلا 10,973 تا دارم من، سعی کنم باید اینا رو صرف خرید کارت هایی بکنم که سرعت استخراج ارز من رو بالا ببره و این باعث میشه که هر 3 ساعت یک بار که من میام نزدیک 50-60 هزار تا سکه رو خودکار در آورده. یعنی تو 24 ساعت تو نزدیک 1 میلیون تا سکه میتونی استخراج کنی همینطوری بدون اینکه بیای اینجا دونه دونه این کار رو انجام بدی که لزومی هم نداره این کار رو انجام بده. توی مارکت یه سری کارت ها رو میبینید، توی پی آر تیم باز یه سری کارت های دیگر رو میبینید که هر کدومشون یه سری کمک ها میکنن. بعضی هاشون قفله، مثلا روش نوشته که تو باید فلان کارت رو به لول فلان برسونی تا این قفلش باز شه. پس میری اون کارت رو پیدا میکنی، به لول مثلا 10 میرسونیش، بعد میای اینجا میبینی قفل این باز شده. بعد میای تو قسمت بعدیش اونو میزنی، باز اونم یه سری کارت های دیگه داره. قسمت اسپشیالز باز یه سری کارت های دیگه داره که اون خودش 3 قسمت داره. مای کارتس یعنی کارت هایی که من خریدم و اینجا هستن که یه دونه است مال من. نیو کارتس یعنی کارت هایی که امروز اومده و میتونید بخرید. و در نهایت قسمت سوم هم کارت هایی هستش که من از دست دادم و نخریدمشون. کارت ها رو شما از اینجا پیدا میکنید، هر روز 3 تا کارت. من میام اونا رو به صورت روزانه داخل تلگرام میذارم و شما میاین و از این 4 تا قسمتی که بهتون گفتم و کارت های خودشون داخلشون هستن پیدا میکنید. اون کارت ها رو پیدا میکنین، دیگه لزومی نداره هر روز دونه دونه کارت ها رو بخری و هزینه اضافی بکنی که شاید از شانست یکیش درست در اومد. من هر روز این کار رو انجام میدم واسه و اون 3 تا رو میذارم. پس کانال تلگرام من رو حتما داشته باش. خب این از این تا اینجا من این سری توضیحات دادم تا در جریان باشید. اما بعد از قسمت ماین یه قسمت دیگه هست که اسمش فرندزه. خب بعضی از این کارت ها ممکنه به صورت روزانه که ما 3 تا کارت میذاریم برای فعال شدن از شما بخوان که مثلا 1 الی 4-5 تا از دوستاتون رو دعوت کنید به این ربات که با لینک شما وارد این ربات بشن که اونجا هم باز هم به شما سکه میده هم به دوستتون سکه میده، اونا کاری باش نداره. و شما از همین قسمت فرندز که نگاه میکنین میتونین لینکتون رو کپی کنین. میبینین که من اینجا یه سری از دوستان هستن، 10 نفر از دوستان که دعوت شدن و اینجا invite a friend میتونید روی این بزنین دوست دعوت کنین، یا هم میتونید لینک رو کپی کنین از این قسمت که بالا میبینید نوشته تکست کپی، اینو کپی میکنید و میفرستین برای دوستتون تا دوستتون بزنن روی اون لینک و هم به شما یکم سکه بدن هم به اون. و در این قسمت که نوشته list of your friends دوستای شما نمایان بشه و اون کارتی که قفله و از شما خواسته دوستی رو دعوت کنید هم فعال بشه. اما یه قسمت دیگه هست به اسم earn. در این قسمت شما میبینید که نوشته earn more coins daily tasks. شما اینجا دیلی ریوارد دارین که هر روز بهتون یه سکه هایی میده، شما میزنید روی این. من مال امروز مثلا روز سوم رو گرفتم 2500 تا بهم سکه داد و
فردا قرار سکه های بیشتری بده. این پایین هم دقت کنین نوشته به کانال تلگرام ما جوین بشین که 5000 تا بهتون سکه میدم، همون قضیه‌ای که اول کار بهتون توضیح دادم. ایکس ما رو فالو کنین، صرافیتون رو انتخاب کنین، 3 تا دوست دعوت کنین و اینا. بریم کانال یوتیوب اینا رو یه چک بکنیم. تا اینجای کار ما اومدیم، حالا بریم یه نگاهی به کانال یوتیوبشون هم بندازیم. کانال یوتیوب اینا رو که وارد کانال یوتیوب اینا میشیم، 14 میلیون و 800 نفر کانال یوتیوب اینا رو فالو کردن. 14 میلیون و 800 نفر کانال یوتیوب اینا رو سابسکرایب کردن. ویدیوهاشون رو نگاه کنید، 973 هزار تا ویو، 328 هزار تا ویو، 1 میلیون تا ویو برای یک ویدیو 1 دقیقه‌ای. البته زیاد نیست. و الی آخر میبینید که بازدیدهای خوبی داره از 57 تا ویدیو و مطمئنا درآمد خوبی هم از یوتیوب دارن اینا. 14 میلیون و 800. بیایم عقب و کانال تلگرام اینا رو هم یه چکی بکنیم. 25 میلیون و 700 تا کاربر وارد کانال تلگرام اینا شدن. اینا دیگه بازدیدهای پستاشون هم ببینید، 12 میلیون و 200 تا، 17 میلیون و 900 تا. محشر. یعنی یک ایده فوق‌العاده. اگر یه ذره شما میفهمین که عجب حرکتیه این حرکت. قسمت بعدیش هم ایردراپه که ایردراپ هم که اینجا توضیح میده که به زودی قراره get ready airdrop is coming soon. به زودی. کاری با این نداره. به همین راحتی تنها کاری که شما باید انجام بدید اینه که کارت بخرید و این قسمتی که نوشته پروفیت پر فلان، این رو شما انتخاب میکنید و با اون کارت ها میبرید بالا. به خصوص اون 3 تا کارتی که من روزانه میذارم شما پیدا میکنید و 5 میلیون سکه به شما میدم، در این عدد تاثیر بسزایی داره و به شدت سرعت استخراج سکه شما رو بالا میبره. مرسی که هستین. اگر اولین باری که کانال من به چشمتون میخوره حتما سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره. آموزش های بیشتر رو اینجا براتون خواهم گذاشت و مرسی. فعلا با اجازه.